یک جا شما از زبان احمد شاه مسعود چیز متفاوت الگوی ما خواهمو است، درست؟ حرف ماست، مسئله افغانستان رو مطرح میکنه. نکته آخر و مسئله آخر عدالت است. ما نیامدیم که بگیم که طالب تو یک ظالم هستی کنار و جای تو من نمیم که من ظالم هستم. عدالت شیوه رسول الله مبارک، شیوه قهرمان ملی. عدالت به همه. مبارزه ما به خاطر ایسی اصل است. دین ما به خاطر به یک ترتیب وطن ما و به خاطر عدالت. عدالت نباشد یک جامعه چطور میشه زندگی کرد. هر موارد دیگه که ما حولی گرفته میشه و فروعات است. هدفمندانه عده‌ای به خاطر جهل و عده‌ای به خاطر نفع. یعنی نمیره به یک ترتیب میگسترانند که ما را متفرق بسازن. سربازگیری قومی کنن، سربازگیری مذهبی کنن، سربازگیری سمتی کنن، سربازگیری ولایتی بکنن، در حالی که روی این سه ارزشی که گفتم کل افغانستان متحد است. و آخر سر قصه و نموس وعده پروردگار است که میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چیز نشین، شما فرق نکنین، اختلاف نکنین. وعده پروردگار خب ما با خدای خود شیم، ما متفق شیم، یک دست شویم، پدر ظلم نمیتونه که دوام بیاره. اینه من حرفم با شما برادرها از